این دفعه روی صحبت من با پهلوی های تروریست و وطن فروشه. ابوبکرها کردن که به 300,000 نفر کشته شدن، حدود 300 نفر متاسفانه کشته شدن. از این تعداد 178 نفر نیروهای انتظامی بودند که به بدترین و وحشی‌ترین شکل ممکن به دست پهلوی‌ها مجاهدین خر و هجوا کشته شدند. این شهیدان روحشان گرامی و یادشان ماندگار باد. از طرف دیگر ترامپ ملعون و نتانیاهو ملعون و رئیس شباب ملعون اقرار کردند و گفتند که ما اسلحه و مهمات توسط گروه‌های تروریستی پشمک، کمونیست و خائنین وطن فروش پهلوی به ایران حمل کردیم تا از دو طرف هرچه بیشتر انسان‌ها را قتل عام کنند. متاسفانه در 17 دی و 18 دی جنایتشان به اوج خود رسید. البته با نیروهای مسلح که در این راه جانفشانی کردند و لیدرهای خائن و پرس را شناسایی و فضای مجازی لعنتی رو بستند با این جانورانه کثیف به هدف و این جونورای وطن فروش از ترامپ ملعون و حرامزاده و نتانیاهو حرامزاده که هر یک از خون این عزیزانی که ریخته شد چه مخالف و چه موافق